بدون شک تو سال 2023 سامسونگ بهترین تلویزیونی که عرضه کرده نماینده اولد هاشه که تازه هم اولد پنل ها رو لاین اپش رو راه انداخته، یعنی S95C که نسبت به S95B سال گذشته خودش تغییرات زیادی داشته. در اصل S95B سال گذشته که اولین سری اولد های سامسونگ هم به حساب می اومد، الان جاش داده به S90C، دومین تلویزیون برتر لاین اپ تلویزیون های 2023 سامسونگ. S95C خب ویژگی‌های شگفت انگیزی داره و طراحی یونیک، تقریبا نزدیک به شاهکار، چی به تصویر قدرتمند نورال کوانتوم پروسسور سامسونگ، رفرش ریت 144 هرتزی و تمامی ویژگی‌های منحصر به فرد نسل دوم پنل QD OLED که سامسونگ برای تلویزیون در نظر گرفته، به علاوه کلی ویژگی دیگه که از حوصله‌مون خارجه، به جزشون بعداً اشاره می‌کنیم. تلویزیون‌های بعدی اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم بر بهترین‌های 2023 سامسونگ، ببینیم بهترین تلویزیون‌های 2023 سامسونگ. حالا درسته که در این مطلب میریم اشاره می‌کنیم تلویزیون‌های ارزان قیمت و اقتصادی، میان رده، بالا رده و بعد پرچم‌دار. اما وقتی بهترین قرار سرچ بشه بدون پسبند پیشوند، یعنی ما پسبند پیشوند قیمت، فیلتر قیمت و فیلتر بازه و سایز و مدل نذاریم، صرفاً بهترین تلویزیون‌های 2023 هستن که خب S95C صدر جدول تلویزیون‌های سامسونگ، بعدش S90C با یک مقدار مشخصات ساده تری که سامسونگ براش در نظر گرفته، رنگ دو رو میگیره. بعدش از اولد ها خارج میشیم، میریم سراغ LED LCD های پیشرفته بکلایت مینی LED، یعنی نئو کوانتومی های سامسونگ، نئو QLED های سامسونگ مثل QN900C، پرچمدار 8K های سامسونگ، یه جوری میشه که پرچمدار LCD های برند هم به طور کلی هست و طراحی اصلا نمیدونم چی بگم، طراحیش به شدت شاهکاره. حاشیه های 1 میلیمتری تو هیچ تلویزیونی ما ندیدیم، بیزلس تقریبا به معنای واقعی، با این بکلایت پیشرفته LED که دیودهای بسیار زیادی رو لازمه، با استری تلقایی که بخواد نور رو عبور بده و برق رو برسونه، کنترلشون کنه، حرارتش رو دفع کنه. نازکی نمایشگرش هم و خود تلویزیون هم کمتر از 2 سانتی متره، یعنی همین هولوش 2 سانتی متره و این طراحی بسیار یک دست و یک نواخت و ایدئالی رو براش در نظر گرفته و تصویر فوق‌العاده‌ای هم داره و 144 هرتزی هم هستن کل این تلویزیون‌های برترش. اگر سومین تلویزیون سامسونگ هم QN900C در نظر بگیریم، حالا به خاطر تکنولوژی برتر QD OLED S90C و بالاتر از این قرار می‌گیریم و الا از لحاظ شاید سختی ساخت و یه سری پرفورمنس‌های عجیب غریب و ویژه QN900C جایگاهش اندازه S90C و شاید بالاتر هم باشه، ولی خب تکنولوژی برتر نیست. در آخر هم چهارمین تلویزیون برتر سامسونگ در سال 2023 میشه عادی ترین تلویزیونش در دسترس عموم هم میتونه به راحتی قرار بگیره، البته به راحتی که جزو تلویزیون‌های گرونن، یعنی QN95C سامسونگ که تلویزیون 4K مینی LED این برنده از سری‌های نئو کوانتومیاش و بکلایت مینی LED. این تلویزیون هم 144 هرتز، یعنی هر 4 تلویزیون سامسونگ 144 هرتز و ایدئال برای گیمینگ هم، یعنی ویژه برای گیمینگ هم اختصاصی شده با گیمر اختصاصی و کلی ویژگی باحال. من دیگه اضافه تر صحبت نمی کنم، همراه من باشین داخل مطلب و مطالب. من به همه اینا اشاره کردم و توضیحاتی در قبالشون حتی با وایس دادم و مشخصاتشون میتونین مرور کنین. اگه سوالی هم داشتی میتونی زیر همین پست از من بپرسی.